منتخب فوتبال تالاری تاجیکستان آمادگی‌های خود را با بازی‌های مرحله انتخابی جام آسیا ادامه می‌دهد. گفته می‌شود این بازی‌ها از 20 تا 24 سپتامبر در شهر دوشنبه برگزار می‌شوند و منتخب ما در یک گروه با منتخب‌های ماکائو، کامبوجا و ژاپن برای دریافت راحت بازی می‌کند. 14 بازیگر، 3 دروازه‌بان و 11 بازیکن. از تیم‌های سارو، استقلال، سپر، سامان، امانتبانک. اول سری شهر بخارای جمهوری ازبکستان. آمادگی تا 19 سپتامبر بعد روز 20 بازی اولی مرحله انتخابی با دسته ماکائو، روز 22 با دسته کامبوجا و روز 24 با دسته ژاپن. بازیگرانی هستند که بار اول در مرحله انتخابی جام آسیا شرکت میکنند. 3 بازیگر: خسرو خالق‌نظرов از دسته سامان، محمد رجبов از دسته سارو کمپانی و نکروسیدیف از دسته استقلال. با گفته دیرکتور لیگ فوتبال تاجیکستان بختیار ملیکوف برای منتخب کشور جهت آمادگی همه‌جانبه تمام شرایط‌ها تأمینند. از جانب فدراسیون فوتبال تاجیکستان همه شرایط مهیا شدگی است. بچه‌ها از یگان گویم کمبودی ندارند و ما هم حرکت میکنیم همه وقت چیزی که سرمربی خواست ما همون رو پیشکش کنیم که دسته به همه چی تامین باشد. متاسفانه در مرحله آمادگی منتخب ما نتوانست که یگان بازی سنجشی دایر کند، اگرچه در قبل برخی تصمیم‌ها بودند. نه برای که همه دسته حاضر در آمادگی هستند و همون بازی‌هایی که باید سنجشی با کنند پیشتر گپ زدگی هستند. علیرغم انتظاری بسیاری از مخلصان، چند نفر از بازیگران منتخب از جمله یکی از لیدران منتخب فیضعلی سردارов به هیئت دعوت نشده است. اقبال واسط‌زاده با گفت پیرو واحدov با علت کم بازی کردن در دسته سپر و کامران علیев با علت جراحت پیشین به دسته دعوت نشدند. در حقیقت چنین هم هست، اما آخرین پدیده هایی که در بازی های فوتبال به چشم می رسد بعضی از بازیگران کلیدی به دسته دعوت کرده نمی شوند. البته این از نگاه خود سرمربی است. ما از او نتیجه را طلب میکنیم. ما از او بازیگر اشتراک میکند یا نمیکند این برای ما یگان مخصوصیت خود را ندارد. اگر نتیجه شد پس مربی اینجا باز با همون عرش اعلا میبراید، چون که میگه که من به بازیگرای کلیدی که بعضی از ناز و نوزهای خود رو دارند به اونها هم کار کرده میتونند و بعدا ببینید که با یک نفر دو نفر کم بودن در دسته منتخب تاجیکستان امروز بازی دسته ما تغییر نمییابد و این رو پیرو خیلی خوب میدوند. خوب ببینید که در حالت نبودن برخی از لیدران دسته کامران علیев و مثلا فیضعلی سردارov کی جای آنها رو گرفته میتواند و عموما شما چه نگاه دارید با اونی که فیضعلی سردارov دعوت نشده است به بازی؟ البته که سرمربی دلخواه دسته خوبتر میداند باید چیکار کند، چون ما مخلص هستیم. از پس پرده مقصد ما نمیدانیم که در داخل دسته چی گپ میگذرد. فیضعلی سردارov با دسته دعوت شدنش من معلومات ندارم که با کدام سبب دعوت نشد، ولی این رو پیرو واحد خوبتر میداند. ولی کامران علیев رو میدونم که در بازی پیش آسیب گرفته است، از این خاطر با دسته دعوت نشد، ولی جای اینها رو پر کردن برای پیرو واحد فکر میکنم اونقدر مشکل نیست. کادرهای زیاد در دسته های مثلا سارو کمپانی، در دسته سپر، دسته امانتبانک، چگونه که ما میبینیم در چمپیونات فوتبال تاجیکستان بازیگران خوب خیلی زیاد هستند. این البته ما مجبور هم هستیم که مرحله سنی را پای به بومران با ایستگی طی کنیم، ولی اینجا از یک جانب دعوت نشدن این بازیگرانی که شما نام بردید و گفتید البته تا جای آسانگذر بودن مرحله گروهی را معنای آن را هم دارد، زیرا ببینید اگر هرچی منتخب ژاپن دسته پرقوت است ولیکن ماکائو و کامبوجا با کل احترام نسبت این تیم فوتبالی آنها تا حال اونقدر قدرتمند نیستند و اینها رو تاجیکستان باید که با آسانی شکست دهد. از این رو دعوت نکردن فوتبال بازان نامداری ما از این سبب هم هست تا جای، ولی بیشتر امکانیت دادن جوانان، امکانیت دادن برای جوانان در چنین رقابت‌ها البته که
برای ما حدس و گمان‌ها رو در میان میگذارد که ما به جوانیشوی همون هیئت منتخب فوتزال رو آوریم و این چیز زمان رو هم طلب میکنند. ببینید اگرچه در همین چنین بازی‌های مرحله‌ای که ما رقیبان آسان‌تر داریم چنین جوانان رو جلب نکنیم و بعداً با آنها شانس ندیم، البته که ما میتوانیم این مرحله رو دیرتر پس‌زر کنیم و دچار بحران هم شویم. این الکی انتخاب سرمربی است. سرمربی به ما رویخط میدهد و انتخاب او کی رو دعوت میکند کی رو دعوت نمیکند از وی وابستگی دارد. چنانچه گفتیم منتخب ما در یک گروه با مکاو، کامبوجا و ژاپن بازی میکند و البته اولویت داشته یا به اصطلاح فاوریت این گروه ژاپن است. اگرچه به گفت متخصصین ما با ژاپن تجربه بازی داریم. دسته ما در اون گروه قرار دارد که اونجا هم امید هست هم امید نیست. مثلا چه گفتم میشه؟ مثلا در مقابل کامبوجا و مکاو ما گفتم میتونیم که منتخب اون بچه‌ای که در جام جهان و جام آسیا خود را نشان داده بودند ما گفتم میتونیم که ما شانس داریم، ولی در مقابل منتخب ژاپن بازی یک پر احساس رو انتظار هستیم، ولی به هر حال امید هست. اولا مخلصان فوتبال رو مبارکباد میگم، زیرا ایده حقیقی فوتبال در تاجیکستان ادامه دارد. تا هنوز کافه بود بازی‌های جام آسیا انتخابی بودند و حالا باز فوتزال و باز جام آسیا است و دسته منتخب تاجیکستان یکی از دسته‌های پرقوت آسیا است و این رو همه خوب میدونند و گروه ما هم چون مکاو و همچنین ژاپن اینجا هست و دیگر کامبوجا است و این دسته ها فکر میکنم که برای دسته منتخب تاجیکستان اونقدر دشوار نیستند. دسته تاجیکستان خود را در جام جهانی نشان داد. اولی این سال بود که ما در آنجا حضور داشتیم و باوری دارم که دسته ما از این گروه میبراید. بازی از همه زیبا این بازی با دسته منتخب ژاپن خواهد بود. همگی به آنجا میرویم. من مخلصان را دعوت میکنم که به دسته منتخب بیایند مخلصی کنند، زیرا آنها به این نیاز دارند. زیرا دسته منتخب ژاپن از بزرگترین دسته‌های آسیایی است که در فوتزال نقش خود را در جهان معاصر میگذارد. ولیکن ژاپن به خیالم با ژاپن هم قوی نیست، ولی ما هم نظر به اون منتخبی که در جام آسیا داشتیم و در جام جهان داشتیم اونقدر قوی تر نیستیم و اینجا البته یک برابر یک رقابت مشکل و رقابت شدید می شود، یک برابری هم تا جای حساس می شود و از این رو می توان گفت که ما شانس های خوب را هم داریم، زیرا که ببینید در هر صورت دسته که زینه دوم هم میگیرد اونم امکانی برآمدن به جام آسیا را دارد. دسته ژاپن رو میدونیم یکی از دسته پرقوت‌ترین آسیا است، با ما بازی کرده بودیم. دسته کامبوجا و مکاو با فکرم ما باری اول بازی میکنیم. مکاو یگون معلومات هم نداریم. دسته کامبوجا میدونیم که در همین روزهای نزدیک در جمهوری مردمی چین در یک مسابقه اشتراک کرده بود، بازیشان رو تماشا کردیم. منتخب تاجیکستان تجربه در جام آسیا و جام جهان بازی کردن را دارد و جای شبهه‌ای نیست که برای دریافت راه‌خط همه تلاش‌ها انجام خواهد شد. خاطرست می‌شویم که مقامداران اول گروه‌ها و 7 بهترین دسته‌های جای دوم کسب کرده به مرحله نهایی جام آسیا راه خواهند یافت. مسلم است که وقتی که بازی در خانه خود برگزار می‌شود اونجا نیروی دیگر جمع می‌شود به بازی. البته که دیوارهای خودی کمک می‌کنن. ما امید داریم که مخلصان در اونجا دستگیری می‌کنن بازیگران ما رو و ما حتما غلبه ها رو انتظار هستیم. ببینید در دو مسابقه پیشین فوتبال بزرگ هیچ فضای خانگی برای ما کمک کردن نتوانست و ما پیامدهای بحرانی آن را می‌بینیم چگونه سرمربیان از کار رفتند، ولی در همین صورت هم البته فضای خانگی کمک می‌کند، ولی اینجا کمک چیزی دیگر می‌کند. دو دسته ضعیف‌تر ما در گروه داریم و این چیز هم برای ما انگیزه ایلاوگی برای بازیگران می‌بخشد و همین جوانانی که در هیئت هستند برای اینها هم شانس دادن از جانب سرمربی و جوان‌تر کردن هیئت. البته که ما در همین مرحله تجربه خاصی بود که میتواند به فایده کار انجام شود. البته دسته میدوند ما با کی بازی میکنیم، یعنی دسته ژاپن باری اول با ما میگوید که دسته کامبوجا و دسته مکاو. ما الکی با دسته ژاپن تجربه داریم، از همه در گروه دسته بقوت ژاپن است. ما تجربه داریم از سال گذشته که در گروه با ما بود و فکر میکنم مربی میدوند چه خیلی تاکتیک رو استفاده برد، چه خیلی بچه‌ها بازی کنند.
бозии аввалини мо рӯзи 20 сентябр бо мунтахаби Маккао баргузор мешавад ва ин бозиҳо дар қасри теннис ва маҷмӯаи варзишҳои обӣ баргузор мешавад. умедворем ки мухлисон барои дастгирии мунтахаб албатта ба варзишгоҳ меоянд ва дар ин муқоиматҳои ҳассос мунтахабро танҳо намегузоранд.